فعال شدن خدمات اینترنتی 4G یا نسل چهارم اینترنت روشن در سراسر کشور. مسئولان این شرکت میگویند که در حال حاضر 745 سایت خدمات 4G این شرکت در کشور فعال شده که بیشترین نقاط کشور را تحت پوشش قرار داده است. آنان تاکید می‌کنند که با خدمات 4G یا نسل چهارم اینترنت، سرعت اینترنت در بسیار از نقاط کشور به ویژه کابل، هرات، غزنی و ننگرهار 2 برابر خواهد شد. در حال حاضر روشن 935 سایت 3G و 755 سایت 4G دارد که خوشبختانه سرعت 745 سایت 4G آن به 10 مگاهرتز افزایش یافته است. شمار از مشترکین شرکت مخابراتی روشن نیز از خدمات این شرکت مخابراتی ابراز خرسندی می کنند. 6 سال میشه که من سیم کارت روشن استفاده میکنم به خاطر تیز بودن سرعت اینترنت شد. در همین حال مسئولان اداره ادرا با استقبال از این اقدام شرکت مخابراتی میگویند که خدمات مخابراتی در کشور با گذشت هر روز در حال گسترش است. مخابرات وزارت و اداره په خپل اولیتونو کې دغه دوه موضوعات لري چې هغه کوالټي اف سرویس دی، د مخابراتو کیفیت او د قیمت د بیه موضوع ده. دې دواړو کې زموږ هیوادوال شکایت اوس هم لري او مشکلات پکې موجود دي. اداره اداره کوشش کوي چې په دغه برخه کې هیوادوالو لپاره با کیفیت خدمات وړاندې شي د مخابراتي شرکتونو لپاره. پیش از این وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفته است که بیش از 24 میلیون تن در کشور به خدمات مخابراتی دسترسی دارند که تنها 13 میلیون آن از اینترنت استفاده می کنند.